هیچ کاری نکن. فقط 3 ثانیه. چالش 40 روز تمرین برای پرت شدن به مرتبه بالای انرژی. روز 5. میدونی بزرگترین اشتباه ما چیه؟ اینکه دقیقاً همون لحظه که عصبانی میشیم همون لحظه جواب میدیم و بعدش همیشه یه جور پشیمونی میاد. امام علی علیه السلام یه جمله تکان دهنده داره. خشم عقل رو نابود میکنه. یعنی تا وقتی احساسات فرمان میدن تو نیستی که انتخاب میکنی. احساساته که جای تو تصمیم میگیره. تمرین امروز فقط همین 3 ثانیه است. قبل از هر واکنش فقط 3 ثانیه مکث کن. یه نفس آروم بکش و بعد پاسخ بده. نه واکنش.